رفقا، تا حالا به این فکر کردین که یه آدم چطور میتونه بدون هیچ سرمایه آنچنانی و فقط با یه گوشی موبایل و چند تا ایده خلاقانه به یه چهره شناخته شده با میلیون‌ها دنبال کننده تبدیل بشه؟ داستان آیسان اسلامی دقیقاً همینه. یه جور کیمیای مدرن که توش رسانه‌های اجتماعی نقش اصلی رو بازی میکنن و یه فرد معمولی رو به یه سلبریتی مجازی تبدیل میکنن. امروز میخوام براتون رمز و راز این تحول رو باز کنم. پس اگه شما هم رویای دیده شدن و شنیده شدن رو تو سرتون دارین، با من همراه بشین. تصور کنین یه صفحه خالی توی یه پلتفرم اجتماعی. یه نفر شروع میکنه به اشتراک گذاشتن لحظات زندگیش، نظراتش، استعدادهاش یا هر چیز دیگه‌ای که فکر میکنه برای بقیه جالبه. کم کم یه عده باش ارتباط برقرار میکنن، خوششون میاد و شروع میکنن به دنبال کردنش. این یه جور دونه‌ایه که کاشته میشه و اگه درست آبیاری بشه میتونه یه درخت تنومند با شاخ و برگ فراوون بشه. آیسان اسلامی هم دقیقاً همین مسیر رو طی کرده. اون با تولید محتوای خاص و متفاوت تو رسانه‌های اجتماعی تونست نظر خیلی‌ها رو به خودش جلب کنه. حالا این محتوا چی بوده و چه ویژگی‌هایی داشته که انقدر مورد توجه قرار گرفته؟ خب، باید بگم که فرمول موفقیت هر کسی تو این فضا میتونه متفاوت باشه، ولی یه سری اصول کلی وجود داره که آیسان هم احتمالاً ازشون استفاده کرده. یکی از مهمترین این اصول اصالت و صداقته. مخاطب‌های امروزی خیلی زود متوجه میشن که یه نفر داره نقش بازی میکنه یا سعی میکنه یه چهره غیر واقعی از خودش نشون بده. آیسان احتمالاً تونسته با نشون دادن یه تصویر واقعی و بی‌پرده از زندگی و شخصیتش اعتماد و توجه مخاطب‌ها رو جلب کنه. وقتی یه نفر حس کنه که با یه آدم واقعی روبروه، احتمال اینکه دنبال کنندش بشه خیلی بیشتره. یه تشکر صمیمانه از شما همراهان کنجکاو که تا اینجا با من اومدید و دارید این داستان جذاب رو دنبال میکنید. امیدوارم این کندوکاو تو دنیای شهرت مجازی براتون مفید و الهام بخش باشه. دمتون گرم که با دقت به این حرفا گوش میدید. خب، برگردیم به رازهای موفقیت آیسان تو رسانه‌های اجتماعی. یکی دیگه از این رازها تولید محتوای جذاب و سرگرم کننده است. تو این دنیای پر از اطلاعات و سرگرمی، شما فقط چند ثانیه فرصت دارین تا توجه مخاطب رو به خودتون جلب کنین. محتوای آیسان احتمالاً یه جور جذابیت بصری یا یه پیام خاص داشته که باعث شده مردم وایسن و بهش نگاه کنن. میتونه یه سبک خاص تو حرف زدن، یه نوع طنز منحصر به فرد یا یه موضوع جالب و بحث برانگیز باشه. علاوه بر جذابیت، تعامل با مخاطبم نقش خیلی مهمی تو رشد یه صفحه اجتماعی داره. آیسان احتمالاً با جواب دادن به کامنت‌ها، شرکت کردن تو بحث‌ها و ایجاد یه حس کامیونیتی تونسته یه رابطه قوی با دنبال کننده‌هاش برقرار کنه. وقتی مخاطب حس کنه که صداش شنیده میشه و برای صاحب صفحه مهمه، وفاداریش بیشتر میشه و احتمال اینکه صفحه رو به بقیه هم معرفی کنه بالا میره. استفاده هوشمندانه از الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی هم یه ترفند مهم دیگه است. این الگوریتم‌ها تعیین میکنن که محتوای شما به چه کسایی نشون داده بشه. آیسان احتمالاً با شناخت این الگوریتم‌ها و تولید محتوایی که باهاشون سازگاره، تونسته شانس دیده شدن پست‌هاش رو بیشتر کنه و به مخاطب‌های جدیدی دست پیدا کنه. یه نکته دیگه که نباید ازش غافل شد، استمرار و پایداری تو تولید محتواست. شهرت تو رسانه‌های اجتماعی یه شب به دست نمیاد. آیسان احتمالاً مدت‌ها به طور منظم محتوا تولید کرده و با صبر و حوصله منتظر نتیجه تلاش‌هاش مونده. این نشون میده که برای رسیدن به یه هدف بزرگ تو این فضا باید پشتکار داشته باشین و از تلاش کردن دست نکشین. و در نهایت یه عامل خیلی مهم دیگه شانس و زمانبندی مناسبه. بعضی وقتا یه اتفاق خاص، یه وایرال شدن یه پست یا قرار گرفتن توی ترند میتونه یه سفر یهویی معروف کنه. البته شانس هم برای خودش یه سری قوانین داره و معمولاً به کسایی رو میکنه که دارن تلاش میکنن و محتوای خوبی تولید میکنن. داستان شهرت آیسان اسلامی تو رسانه‌های اجتماعی یه جورایی نشون میده که تو دنیای امروز هر کسی با یه ایده خلاقانه و یکم تلاش میتونه دیده بشه و صداش رو به گوش بقیه برسونه. البته این مسیر آسون نیست و نیاز به صبر، پشتکار و شناخت درست این فضا داره. ولی اگه شما هم یه چیزی برای گفتن یا نشون دادن دارین، رسانه‌های اجتماعی میتونه یه سکوی پرتاب فوق‌العاده براتون باشه.